سلام بعد از او چند کلام میگن زمان است طلا اما میگم براتون این یادت باشه همیشه زمان با هیچ مقایسه نمیشه پس با زمان ارزش بدی غافل نباش در زندگی تو که از سنت خورد میگی از سنم خورد پس آن متوجه میشی که زمان فرصت با خود برد میبره فرصت با خود او اونجا پس من میشی تو سرعت میکنم کمتر تا گپ ما بفهمی بهتر متوجه شده باشی شاید تو کمی جور بدی خود باید تو خوش هستی به صفت لنده هر کس بیشتر نمیشه گندتر دونت بده بوی سیگریتی بهوده در میشه زندگی ما به تو نمیکنم ایهانت اما تو به خود میکنه خیانت چشم باز کو یک دفعه بیبی دنیا را دیگه در کجا رسیده با سایکو خود ما را دورو پیشی ببین بچهای است از زیر سن با جایی که بچهای خوب باشن به گفته خودشان بد ماشن باید باشه دنبال درس که به گفته خودشان ندارد ترس اولی کلان چرا بچه هست یا جیبش توفنگچه و برچه رای نمیزن از سری کس ما از پیش رفت مانده پس باید زندگیش درمش بهوده نوع اعلامه تا خوده بچهش نستن نصیحت اما چی فایده از این وضعیت اولی شدی جوان تو بایستی پیش رفت باشی روان تو بهاری عمرت جوانی بهترین دوران زندگانی مشکلی تر نشه به غفلت استفاده کو از این فرصت میره بر نمیگرده این فرصت جوانی یعنی اوج عمرت تو بگم من نمیگم آیا زندگیت نستگم زندگی برای ما میتپن باید باشیم هدفمند پس بروسی پیشم و سرعت دشکنی تر نشه هیچ فرصت در هر لحظه بکو دقت یک ثانیه رو بشمار غنیمت گذر زمان یکی برنامه شبکه خنده و یکی رپ و گپ مبارزمی درد دل امروز افغانستان رو بیان میکنه. نظرات داورای عزیز ما رو میشنویم. با عبید جان آغاز میکنیم. امروز این جایتان واقعا خارق العاده بود. با این سرعت که خودت اجرا کردی از لحاظ تکنیکی بسیار کار مشکل است و خودت به نهایت خوب اجرا کردی و خوب نوشتام کردی. نام خدای خودت یک کف هم کم برده کنید. تشکر عبید جان. آرینا جان نظر شما؟ نمیفهم چه قسم تعریف سبا کنم چی بگویم. یک قسمتش بود یک چند کلمه بر راست کردی نه بر بسیار جالب بود. من تو ایران ماندم راستی هک و پک ماندم و امو چی بود امو بر راست که گفتی آستا اگه بگویی چی بود؟ میره بر نمیگرده این فرصت جوانی یعنی اوج عمرت. یک جای دیگه بود من بسیار جالب بود. من در رپ امریکایی ها شنیده بودم در امریکا تنها یگان رپرها تانسته که اینموت یک چیز ادا بکنه و خودت در افغانستان بار اول است یک چیز ادا کردی. آفرین برات میگم آفرین 100 آفرین کف بلند برات. من نصب نظر شما؟ ام دغه سیوسه چې څنګه یې او ان شاء الله چې تا نه څوک ګټلی نشي. ډیره مننه مې ناصر. حاج جان مبارز عزیز ما خودت به 100 رپرهای امریکایی دنگل میتیم تو جنگ میکنیم که بگم ما هم داریم یک نفر می رقم و خودت بسیار جالب است یک رپر امریکایی به نام امینم خودت بالکل آوازش به اون رقم هست ریل شلم سیدی میگن چی میگن. مقصد آفرین و افتخار مبارز ستاره افغان هستی بچه. خوب مبارز عزیز. گپ رای هموطنای عزیز ما که مبارزه که قدر داورای عزیز ما تعریفش میکنه میگن افتخار استیج ستاره افغان است. قیس جان چی نظرات خوب داشت در کل آریانا جان و داورای عزیز ما. اینا من میگم که مردم در مورد مبارز چی گفتن چی قضاوت کردن و چقدر رای دادن. سید جمال مبارز از اول با مو گام های استوار و محکم روی استیج ستاره افغان آمدی. حشمت طرف ما بدسای داره خو خیر چوکی سرخی گپا داره و هموطنای عزیز ما برای سید جمال مبارز میفهمین که چقدر رای دادن ولی هیچ باورم نمیآید.
باور خودت خواهد آمد؟ شما بگین که چه رقم است. گپ از این قرار است آوازه سرچوک دفته‌های گذشته هم بود که مبارز هر هفته در بلندترین رای است و این دفعه در کنار آوازه سرچوک این گپ حقیقت داره که باز بلندترین رای گرفتی. تشکر.